استدلال بیجا از قرآن برای اثبات مهدی موهوم. ببینید واقعا میشه انسان در طول تاریخ همینجوری به انتظار حضرت بله اصلا وظیفه ما همین انتظاره. شما جماعت انقلابی بیدینی، شما جماعت انقلابی در همینه که میگه انتظار اشتباهه. انتظار همین، دیگر هیچ چاره ای نیست برادر من. حرف من در اینجا هست و کلام من در اینجا هست که شما میگید انتظار بکشید. خب افضل الاعمال انتظار الفرج. قل انتظروا فانی معكم من المنتظرین. آیه قرآن کریمه، انتظار بکشید. این همه ائمه علیهم السلام انتظار میکشن برای تشریف آوری صاحب الزمان علیه السلام، قیام نکردن، انتظار کشیدن. بیننده گرامی، ملاحظه فرمودید که این آخوند انتظار را احب الاعمال قرار میدهد و بدون دانش و کاملا بی ربط به آیه قرآن تمسک میجوید که انتظروا، با اینکه موضوع این آیه هیچ ربطی به انتظار فرج ندارد. این آیه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تسلی میدهد که به کفار بگو شما هم منتظر باشید، ما هم منتظر قیامت و حساب اعمال میمانیم. این در حالی است که قرآن کریم از مهدی شیعه هیچ حرفی به میان نیاورده و بدین سبب برای انتظار به این آیه که هیچ ربطی به موضوع ندارد استناد میکنند، تنها به این جهت که کلمه انتظار در این آیه آمده است. جناب حجت الاسلام، به شما یاد ندادند که گردی گردو نیست؟ در تمام قرآن حتی یک آیه درباره افسانه امامت وجود ندارد، چه رسد به مهدی موهوم و خیالی که اصل افسانه امامت شماست. اینک بنگرید که مفهوم این آیه مبارکه که الله یاری به آن استشهاد می کند و منظور از انتظار در آن چیست. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. بگو بنگرید که در آسمان ها و زمین چیست و نشانه ها و هشدارها به کسانی که ایمان نمی آورند فایده‌ای نمی رساند. پس تنها منتظر روزگاری همچون روزگار پیشینیان خیش هستند. بگو انتظار بکشید، من نیز همراه شما منتظر میمانم. آنگاه فرستادگان من و مؤمنان را نجات می دهیم. این گونه بر ماست که مؤمنان را نجات دهیم.